الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. الآية. خدمت همه سروران عزیز و بزرگوار، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما عزیزان و بزرگواران را به برنامه ندای ایمان خوش آمدید میگویم. قرآن عظیم الشان طوری که گفتیم کتاب است که پیروان خود را میخواهد آنها را درس ادب و درس اخلاق و درس خلاصه دوری از همه صفات زشت و ناروا آنها را سوق بدهد به طرف صفتهای زیبا، دور بسازد از صفتهای بد و نزدیک کند به صفتهای زیبا. این آیه مبارکه از جمله آیات است که بر اهل ایمان نازل می شود و آنها را متوجه می سازد و آنها را از اعمالی که در این آیه هست آنها را برحذر می دارد. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن این بعد الظن اثم. اهل ایمان باید متوجه باشند که گمان بد، ظن بد یا ظن سو خیلی کار خطرناکی هست. انسان نباید نسبت به برادر مسلمان خود گمان بد داشته باشه، ظن بد داشته باشه، به خاطر اینکه این عمل زشت هست. شما یک خواهر را ببینید با او گمان بد کنید، یک برادر را ببینید گمان بد داشته باشید و ظن خوبی نداشته باشید. الله سبحانه و تعالی برای اهل ایمان میگه یا ایها الذین آمنو، ای اهل ایمان، ای مؤمنین، شما اجتناب کنید از ظن بد، از گمان بد، از ظن سو. شما انسان باید ظن المؤمنین خیرا، گمان مسلمان باید همیشه به خیر باشه، باید همیشه خیر فکر بکنه، همیشه مثبت فکر بکنه. نباید ما در بین جامعه مجردی که یک خواهر را میبینیم در فکر ما بگرده که خدای نخواسته این خواهر خوبی نیست، این برادر خوبی نیست و این شخص خوبی نیست. اگر چنین انسان فکر کرد فردا در صحرای محشر باید جواب بده که چرا قضاوت بد کردی، چرا قضاوت عجولانه کردی، چرا قضاوتی بالاخره قضاوتی که این شخص نبود دارای چنین اعمالی تو فکر می کردید که این اعمال زشت داره. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم. خیلی از گمان ها گناه هست، این گناهه. ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا. صفت دیگر ما را متوجه می سازه که شما تجسس نکنید نسبت به برادر مسلمان خود، خواهر مسلمان خود. شما تجسس نکنید. تجسس کردن کار انسان مسلمان نیست، مگر اینکه موارد خاصی که در لحظات جنگ و جهاد و مبارزه و بالاخره در او حالتهای استثنایی. اما تجسس هایی که من از برادر مسلمان تجسس کنم، برادر مسلمان از من تجسس کنه، خواهر مسلمان از برادر خود را تجسس داشته باشه و برادر مسلمان نسبت به خواهر خود تجسس. الله سبحانه و تعالی میگه ای اهل ایمان، شما به هیچ کس گمان بد نداشته باشید. خیلی از گمانها گناه است و همچنین شما تجسس نکنید. ولا یغتب بعضکم، شما غیبت بعض دیگر را نکنید. بعضکم بعضا، غیبت در این آیه مبارکه منع شده، از اعمال زشت شمارده شده. حتی در بعضی روایات داریم الغیبت اشد من الزنا،
بدتر از گناه، بدتر از زنا گفته شده. در ادامه آیه میفرمایه که ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا؟ چه کسی دوست داره؟ آیا دوست دارید گوشت برادر مرده تان را بخورید؟ کسی چنین کار دوست نداره. الله سبحانه و تعالی اهل ایمان را مخاطب میکنه، من و تو مسلمان را مخاطب میکنه، یا ایها الذین آمنو. اما امروز در خیلی محافل ها، مجالس ها میبینیم که شیرینی او محفل و مجلس نعوذ بالله من ذلک غیبت شده. غیبت خیلی عواقب خطرناک داره. این که در دنیا چقدر انسانها را میازاره و آزرده میکنه، در حشر عذاب سخت آماده. حتی ببینیم قرآن چقدر شدید صحبت میکنه، میگه ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، در حالی که شما بد میبورید، چنین چیزی را دوست ندارید. گوشت برادر خود را چگونه شما برادری که مرده باشه او را بردارید بخورید؟ پس خیلی در این آیه مبارکه ما را متوجه میسازه که از این صفتها خود را دور بدارید. از غیبت کردن، از تجسس کردن، از گمان بد بردن نسبت به همدیگر. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه واتقوا الله. در ادامه آیه میگه بترسید از خدا. هنگامی که مجلس غیبت میشه یاد شما بیایه که واتقوا الله، بترسید از خدا. از خدا بترسید غیبت نکنید، از خدا بترسید تجسس نکنید، از خدا بترسید گمان بد نداشته باشید. ما اگر با یک شخص گمان نیک داشته باشیم، حتما شخص خوبی های داره، بر او خوبی ها از او گمان نیک داشته باشیم اجر و پاداش میگیریم. اما در ای که گمان بد داشته باشیم خیلی خطرناکه. من خلاصه و فشرده داستان بسیار موجز و خلاصه رو بیان میکنم. میگه چنان مسلمان باید که گمان نیک داشته باشه، مثل این که اگر یک شخصی دیدیم رفت وارد یک قمارخانه شد، یک صحنه و بالاخره جایی که گناه بود و معصیت بود و فسق بود و فجور بود، یک شخص داخل شد و پس برگشت و از آنجا بیرون شد، سرش دور میخورد و بالاخره پاهایش سستی میکرد. شریعت اینجا با ما چی میگه؟ دیدیم که شخص رفت به داخل میخانه، شرابخانه، قمارخانه، جای فسق و فجور، رفت برگشت بیرون شد، سرش دور میخوره، میچرخه، پاهایش سستی میکنه. حالا دین با ما میگه شما نگیم که این رفته در اونجا خورده، شراب خورده، نگیم که در اونجا رفته بالاخره دوچار گناه و معصیت شده. شما چنان گمان داشته باشیم پیش خود که این احساس رو بکنیم، بگیم شخص رفت، چون اصل قضیه رو نمیدانیم، نمیفهمیم که این خورده، نمیفهمیم که این گناه کرده، دوچار معصیت شده، نمیدانیم، به ظن و گمان شماست. اما اینجا چگونه گمانی داشته باشیم؟ بگیم که این شخص رفته بوده در اون جایی که گناه و معصیت بوده، شروع کرده به امر به معروف و نهی از منکر. انسانهای فاسق و فاجری که در اونجی بودن این را چنان مورد لت و کوب قرار دادن که گنس و گج بیرون شده، سرش دور میخوره، پاهایش سستی میکنه. این را میگن ظن المؤمنین خیرا. گمان مسلمان باید به خیر باشه، چون چیزی که به چشم خود نمیبینیم، چیزی که با دست خود لمس نکردیم، چیزی که بالاخره دقیق نشدیم، چرا قضاوت کنیم؟ چرا بالاخره بگیم فلانی؟ خیلی در بین جامعه عادت دارن فلانی شراب میخوره. تو دیدی که شراب میخوره؟ نه من شنیدم. از کی شنیدی؟ فلانی قمار میزنه. دیدی با چشم خود؟ نه من از فلانی شنیدم. چرا چنین قضاوت ها؟ چرا چنین بالاخره حرف ها و گمان ها بین جامعه اسلامی؟ قرآن هست که اهل ایمان را درس میده. این برنامه ایمان ندای ایمان، یعنی ندای قرآن، ندای رحمان بر اهل ایمان هست. میخوای شاگردان خور مؤدب بسازه و در حقیقت مؤدبم ساخت.
بهترین قرن ساخت زمان نزول قرآن. وقتی قرآن نازل شد او زمان بهترین قرن بود، بعد از اون قرن بهترین قرن بود، بعد از اون قرن بهترین قرن بود که رسول الله فرمودن خیر القرون قرنی ثم الذین ثم الذین. به همین طریق الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده که این آیاتی که میگه یا ایها الذین آمنو تک تک ما احساس کنیم که 100% بدانیم که این آیه ما را مخاطب داره، بر ما حرف میزنه و ما را متوجه میسازه، نه دیگر کسی. خلاصه این آیه الله ما را از این که گمان بد داشته باشیم ما را برحذر میداره، از این که غیبت کنیم ما را برحذر میداره، از این که تجسس کنیم ما را برحذر میداره و در اخیر میفرماید واتقوا الله ان الله تواب الرحیم. اگر کسی چنین اعمال داشت خدای تبارک و تعالی توبه پذیر هست، توبه کنه، و رحیم و مهربان هست. موفق و پیروز باشید تا برنامه بعد. خدا حافظ و نگهدار همه شما بزرگواران.